هیچ کس را در زندگی مقصر ندان. از خوبان خاطره و از بدان تجربه میگیریم. بدترین ها عبرت میشوند و بهترین ها خاطره. حرف اشتباه است که میگویند با هر کسی باید مثل خودش رفتار کرد. اگر چنین بود از مدنیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمیموند. هر کس هر چی به سرت آورد فقط خودت باش. اگر جوابی هر جفای بدی بود داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود. اگر نمیتوانی آدم خوبی های زندگی کسی باشی، اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشدن، اگر خوبی کردی بدی دیدی کنار بکش اما بد نشو، زیرا این تنها کار است که از دستت میآید. مهم نیست با تو چی کردند. تو قهرمان زندگی خودت بیمان. تو آدم خوبی های زندگی خودت باش. با وجدانت آسوده بخواب. سرت را پیش خدایت بالا بگیر و به خاطر همه چیز شاکر باش.